دین دو چیز است. درست. قرآن کریم و سنت رسول الله علیه السلام که ثابت بشه صحیح است، یعنی از سندی نسبتش با رسول الله ثابت باشه. غیر از این هیچ کدوم از علمای امت اسلامی خودشان به عنوان شارع اسلامی و به عنوان قانونگذار نیستند. درست است. اینها قانونگذار نیستند. اینها فقط معرفی اون قانون رو انجام میدن، اون رو به مردم میرسانن و دعوت میکنن. فعل هیچ ملایی، هیچ عالمی، هیچ دعوتگری، رفتارش، فعلش، صحبتش این به معنای این نیست که این اسلام است. درست. حتی اگر حرفی میزند، هیچ حرفی از هیچ عالمی پذیرفته نیست. از هیچ عالمی در امت اسلامی بلا استثناء هیچ حرفی پذیرفته نمی شود تا وقتی حرف رو نسبت میده به دین که دین این رو گفته، تا وقتی که برای اثبات این حرف خود از قرآن کریم یا از سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم دلیلی داشته باشد. اسلام اون هست. ببینید ما یک وقتا متاسفانه یک خلطی میشه بین یک موضوع. ما الان بعضی وقتا، حالا غیر از بحثی که شما اشاره فرمودید، بحث احیانا بعضی از علما دعوتگران که متاسفانه برداشت‌های نادرستی از اسلام رو میخوان به زور به خورد مردم بدن که این اسلام است. درست. روایت‌های ضعیف، روایت‌های موضوع، برداشت نادرست از آیات قرآن کریم و این رو متاسفانه بعضی وقتا بعضی میگن ببینید اسلام چی میگه، ببینید اسلام چی میگه. یا احیانا رفتارهای عده‌ای از مسلمانان، گروه‌هایی که منتسب به امت اسلام هستند، دچار افراط میشن یا دچار تفریط میشن، یا عده‌ای دچار تندروی میشن، یا عده‌ای دچار کندروی میشوند. درست. و فعل و رفتار اینها رو میزنن به اسم اسلام مسلمین. من یک مثال بزرگ جامعه میگن ببینید این ملا رو، ببینید این دعوتکار رو، ببینید این فلانی. اسلام همین است. ما اینها رو نباید نسبت بدیم به اسلام. من یک مثال برای شما بزنم برای اینکه واضح‌تر بشه موضوع. الان علم پزشکی یا همون طبابت، درست، یک علم مفید است، یک کار ارزشمند است، یک عمل بسیار عظیم است و کسی که می رود پزشکی رو، طبابت رو به این نیت یاد بگیره تا خدمت بکنه به جامعه خود، به انسانیت، زخمی رو درمان بکنه و باری رو از دوش جامعه بردارد، این فرد از لحظه‌ای که وارد تحصیل می شود تا دانشگاه تا فارغ التحصیلی در ایام کارش حتی عبادت می کند، عبادت انجام می دهد. حتی کسی که مهندس میشه و مهندسی یاد میگیره، خلبانی که به فکر نیت حتی کسی که میره، من میگم که سلاح‌های نظامی رو یاد میگیره برای دفاع از کیان امت و برای دفاع از سرزمین‌های خودش. اما حالا ما آمدیم مثلا پزشکی چیکار کرد؟ خب در همین پزشکان مگر آدم ناسالم کم است؟ در جامعه پزشکی طبابت پزشکی آمد سوء استفاده کرد از بیمار خود، او تجاوز کرد. مثلا دور از جون و بلا نسبت پزشکان عزیزی که خیلی کم این افرادی پیدا میشن این کار میکنن، اما هستن، خب متاسفانه هست دیگه. آیا من اگر یک پزشکی رو دیدم که فقط به خاطر پول، چون پول ندادم بیمار من رو به اتاق عمل راه نمیده و چه بسا که این بیمار مرده و پزشک فقط منتظر پول بوده، یا هدفش فقط پول گرفتن است، یا بیمار رو بی دلیل زیر تیغ برده به خاطر اینکه پول جراحی از او بگیره و هیچ نیازی به این جراحی نبوده و بعداً زده عضوی از رو ناکار کرده، من الان چون پزشکم چنین رفتاری کرده بگم این علم پزشکی اصلا علم بیخودی است، چرت است، هر چی دانشگاه پزشکی است باید جمع بشه، شما پزشکا شما همینطور هستین، علم پزشکیتون مثل خودتان است، دانشگاه‌های پزشکی هم فقط تروریست پرور هستن، دوست پرور هستن، متجاوز پرور هستن. این انصاف است؟ نه خیر. اگر مهندسی که وظیفه او خدمت به جامعه است، کار مبارک میکنه، سرپناهی برای مردم میسازد، آمد خیانت کرد، نقشه درستی نپرداخت، درستی طراحی نکرد، اصول ساخت و ساز رو رعایت نکرد، جنس خوبی در ساختمان استفاده نکرد، زمینی که لرزید، برج خراب شد بر روی سر ساکنان همه اونها، آیا من باید بگم دانشگاه‌های مهندسی همینجوری دوست پرور هستن؟ علم مهندسی علم بیخودی است، علم سوء استفاده‌گری است، فلان است. این درست است؟ این انصاف است؟ حرف اشتباه. شما وقتی که یک نفری اشتباه میکنه نباید شما اون علم رو زیر سوال ببری، اصل رو زیر سوال ببری. این آقا آدم مشکل داری هست. وقتی که شما یک نفری پشت چراغ قرمز رو رد میکنه و از اون طرف یکی میاد میزند، این اونو میکشه، اون این رو میکشه، الان کی مقصر است؟ ترافیک مقصر است؟ نخیر. اون چراغ قرمزی که بالا است مقصر است یا رفتار این فرد؟ رفتار فرد. شما نمیتونی قانون رو زیر سوال ببری. قانون مشکل ندارد، کسی که قانون رو اجرا نمیکند مشکل دارد. مشکل در چیست؟ مشکل در اسلام نیست. مشکل در اون کسی است که خود رو مسلمان میداند و عامل به اسلام نیست. مسلمان کی است؟ مسلمانی که قرآن خواندن، قرآن رو اصلا عمل نمیکنه، مسلمانی که خودش به امر و نهی قرآن عمل نمیکنه، مسلمانی که قرآن رو نفهمیده، مسلمانی که سنت رو نفهمیده.
چه نسبتی با اسلام دارد؟ چه رفتار این چه ربطی با قرآن دارد؟ رفتار این مثل همون است که یک پزشکی رو شما دیدید. چرا ما وقتی که پزشک بعد از پزشکی رو بد نمیگیم، مهندس بعد از مهندسی رو بد نمیگیم، خلبان بعد از خلبانی رو بد نمیگیم، اما وقتی مسلمان بعد بود قرآن بد است، مسلمان بعد بود دین اسلام بد است؟ این بی‌انصافی است. واقعا اگر شما کسی قوانین ترافیکی راهنمایی رانندگی رو رعایت نکرد، پلیس رو فحش نمیدید. درست است؟ درست. شما قانون راهنمایی رانندگی نمیگید عجب قانون مزخرفی است این قانون چراغ قرمز، این آمد صبر نکرد رفت. بابا اون میگه بیست نرو. خود این چراغ سرخ میگه نرو. چراغ سرخ یعنی این که نرو. این راننده که رفت خب مقصر کی است؟ ما که چراغ گذاشتیم. شما پلیس بگید چرا این رفت؟ پلیس چه میگه به شما؟ میگه من باید جواب بدم که چرا رفت؟ من که اینجا نشستم که نرود. چراغم که گذاشتم. چراغم که سرخ بود. قانون رو هم که گفتم. امتحانم که گرفتم. قانون رو هم از او پرسیدم. وقتی اون رعایت نمیکنه من چرا تقصیر من نیست؟ وقتی که کسی خود رو مسلمان میدهد، البته خب این جرم رو اون مسلمان در حق اسلام انجام میدهد. درست. به همین خاطر متاسفانه خصوصا کسانی که در سرزمین‌های غیر مسلمانان زندگی میکنن، اونها غیر مسلمان یک مسلمان رو به عنوان نماینده اسلام میداند، با وجود اینکه حرف اون درست نیست. ببینید ما اسلام یک چیز است، رفتار مسلمانان اگر مطابق با اسلام بود اسلام است، اگر نبود اسلام نیست. مسلمان نماینده اسلام نیست. مسلمان باید خود رو در چارچوب اسلام مشخص بکنه. نماینده اسلام کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله علیه و سلم معلم اسلام است. هیچ عیبی درش نیست. در خود قرآن هیچ عیبی نیست. در خود رسول الله علیه و سلم هیچ عیبی نیست. بقیه میتونن صاحب عیب باشن. حتی صحابه رسول الله علیه و سلم احیانا گناه میکردن. احیانا گناهی از اونها سر میزده. خب میگه نمیشه که چون حتی نسل اولی این امت چه برسه به نسل‌های دیگری. ما که صحابه رو معصوم نمیدانیم. به همین خاطر یک چیزی رو انصافاً از انصاف به دور است که من به خاطر اشتباه یک نفر، حالا اسمش شما عالم بگذارید، مولوی بگذارید، ملا بگذارید، قاری بگذارید، حافظ بگذارید، دعوتگر بگذارید، صوفی بگذارید، کوفی بگذارید، نمیدونم افراطی بگذارید، تکفیری بگذارید، هر چی، یک رفتاری میکنه که این رفتار رو قرآن قبول ندارد، رفتاری میکنه که این رو رسول الله علیه و سلم قبول ندارد. این هیچ ربطی به اسلام با قرآن ندارد. اسلام از این کار بیزار است. رسول الله از این کار بیزار است. اینها رو به اسلام نسبت ندهیم. آقا رفتار حکومت‌های اسلامی که بعضی وقتا می‌بینیم متاسفانه به اسم اسلام رفتارهای نادرستی سر میزنه، این ربطی به اسلام ندارد. اگر یک حاکم مسلمانی اشتباهی کرد، خلاف قرآن عمل کرد، خلاف سنت رسول الله علیه و سلم عمل کرد، این هیچ ربطی به اسلام ندارد. آقا این حاکم خودش مشکل دارد. ما شما باید بگی آقا حاکم مسلمان، برادر عزیز، تو که خود رو پیرو قرآن میدانی، پیرو سنت رسول الله میدانی، قرآن که این رو نگفته است، سنت رسول الله که این رو نگفته است، چرا بدنام میکنی؟ اینطور باید صحبت بشه. نگین که بگیم اسلام همین است. همونطور که ما در پزشکی اگر اشتباهی بدی کرد نمیایم میگیم کل پزشکی رو زیر سوال بریم، دانشکده پزشکی رو زیر سوال بریم. این همه تلاش پزشکان و اطباء رو در طول تاریخ، زحمت‌های اونها، کارهای ارزشمند اونها رو ما زیر سوال ببریم. میخواد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک دزدی لباس پزشکی به تن کرد. مهندسان رو بدنام کنیم چون دزدی لباس مهندسان به تن کرده. علما رو بدنام کنیم چون دزدی لباس علما به تن کرده است. درست است؟ اینها علم است. علم یک چیز ارزشمند است و ما این حد مرزها رو باید تشخیص بدیم. اسلام قرآن است و سنت رسول الله علیه و سلم. رفتار فلانی هیچ ربطی به این موضوع ندارد. مطابق قرآن و سنت بود قبول است، نبود قبولش نمی‌کنم. رفتارش مشکل دارد، با من ربطی به اسلام مسلمین ندارد. این مرزها رو ما باید مشخص بکنیم تا نشود که خدایی نکرده به خاطر اشتباه دیگران خودمان را یک اشتباهی باز ما مرتکب بشیم. من مریضم، نیاز به پزشک دارم، رفتم پیش یک پزشکی، متاسفانه پزشک بدی بود، دیگه بگم همه پزشکا همینطورن، ولش کنیم پزشکی را، بریم یک گوشی بشینم، خود من همین مریضی من رشد بکنه این مریضی من را از پای در بیاره و بمیرم، من مقصرم. چرا؟ چون همه را به یک چشم دیدم. به همین خاطر اسلام در ذات خود هیچ عیبی ندارد. اگر عیبی هست از مسلمانی ماست، زیرا که همون کسانی که میگن اسلام چرا الان مسلمان‌ها ضعیف هستن، چرا مسلمان‌ها قدرت ندارن، چرا مسلمان‌ها تو سری خور هستن، الان 100 سال است اینطور است. در 1400 سال گذشته 13 قرن که مسلمان‌ها حرف اول جهان را می‌زدند در حکومت، در عدالت، در قدرت، در ثروت، در پیشرفت، در اختراع، در تکنولوژی، اون موقع چی میگفتن اینها؟ اون موقع چی میگفتن؟ ربط به اسلام ندارد این مسائل. اسلام پایبندی به اسلام سبب پیشرفت، سبب ترقی، سبب عدالت، سبب آرامش، سبب امنیت می‌شود. اما اینکه کسی پایبند نیست، اون دیگه
نیاز به یک بازبینی اساسی دارد.